بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. مسلمی تاجیکستان در سنگر است، اما مردمی تاجیک به خبر است. مسلمی تاجیکستان در سنگر است، اما مردمی تاجیک به خبر است. مجاهدین همه صحرا به صحرا، مردمی تاجیکستان در حب دنیا. مجاهدین همه صحرا به صحرا، مردمی تاجیکستان در حب دنیا. مردمی تاجیکستان در حب دنیا. ای مردم دعوای اسلام داره، در زیر حکم طاغوت برقراره. حکم طاغوت برایتان خوش آمد، حکم الله از همه محبوب‌تر است. ای مردم ترک کنید زن و فرزند، بروید بر سوی سنگر همه جان. نیت خالص کنید در راه اسلام، شهادت بهترین در دین. برادر محترم، شما میدونید که این راه جهاد پر از مشقت، پر از تکلیف می باشد. الحمدلله بفضل الله ما در این حالت خوش هستیم که الله سبحانه و تعالی 8 میلیون تاجیک ما مردم را به خاطر خدمت دین، به خاطر دفاع از مستضعفین، به خاطر دفاع از برادرانی که امروز در تاجیکستان اسیر هستند و در دیگر سرزمین های کشور اسلامی، این یک فضل و رحمت پروردگار است. ولكن المنافقین لا يعلمون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. برادر محترم، الله سبحانه و تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم فرماید: اگر شما جهاد نکنید، اگر شما از اسلام مرتد شوید، اگر شما دین اسلام را ترک کنید، الله سبحانه و تعالی این قسم گروه و این قسم جماعت و این قسم قوم را میارد که یحبهم و یحبونه، به الله محبت میکنند، الله را دوست میدارند و الله سبحانه و تعالی آنها را دوست میدارد. یک صفتی همون قومی که وقتی که ما جهاد را ترک کردیم، وقتی که ما جهاد نکردیم، الله سبحانه و تعالی در بدله ما این قسم گروه میارد، این قسم قوم، این قسم جماعت میارد که صفت اول آنها چی میباشند؟ الله را دوست میدارند و الله سبحانه و تعالی آنها را دوست میدارند. اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، که آنها با مؤمنین با یکدیگر رحم دل میباشند و عزت علی الکافرین، بر کافرها بر مرتدین سخت میباشند.
پیامبر الله سبحانه و تعالی صفت اصحاب پیامبر علیه السلام را چنین ذکر میکند: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. برای همین خاطر وقتی که ما جهاد نکردیم، وقتی که ما جهاد را ترک کردیم، الله سبحانه و تعالی این قسم قوم، این قسم گروه میارد که صفت دوم آنها این میباشه که اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. سوم صفت آنها چی میباشند؟ برادران محترم و شنوندگان عزیزم گوش بدهید و گوش کنید، صفت آنها چی میباشد؟ یجاهدون فی سبیل الله. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، که در راه الله جهاد میکنن. ببینین که الله سبحانه و تعالی میفرماید که قوم دیگری که در بدل شما میارن نگفت که نماز، زکات یا بدگن یا رو میخوانن، لیکن صفت چیز مهم، چیز اساسی که آن قوم چهار صفت داره، آنها چی هستند؟ دو تاش گفتیم، سومش یجاهدون فی سبیل الله، در راه الله جهاد میکنن، در راه الله قتال میکنن بر ضد مرتدین، بر ضد منافقین، بر ضد کفار یهود و نصارا و بر ضد کی کسانی که با امریکا با یهود دوستی میکنن. از جمله ان شاء الله بفضل الله و برحمت الله ان شاء الله ما در اینجا مجاهدین جماعت انصار جمع شدیم. به خاطر چی؟ به خاطر میخواهیم که در تاجیکستان و در پر دنیا جهان چی اسلامی اشکال کنیم، نفاذ کنیم و ان شاء الله ما حکومت تاجیکستان اینا اعلان میکنیم که جماعت شهرانی جماعت انصار زنده می باشند. و چهارم صفت آنها چی می باشند؟ ولا یخافون لومة لائم، از ملامت یگان ملامت کننده نمی ترسند. وقتی که ما جهاد را ترک کردیم، وقتی که ما جهاد نکردیم، الله سبحانه و تعالی این قسم قوم، این قسم گروه میاره که چهارم خصلت، چهارم صفت آنها چی می باشد؟ ولا یخافون لومة لائم، از ملامت یگان کس نمیترسند، نمیگن که یا تروریستن یا دهشتگردن یا فلان است یا فلانه. وقتی که در راه الله انسان برمد، ملامت یگان انسان باید نترسد. و الله سبحانه و تعالی میفرماید برادر محترم در اینجا چیز گفتنی هستم که شما میگین که فقط شما جهاد گپ میزنید، دیگر چیز گپ نمیزنید. برادر محترم با این خاطر ما جهاد گپ میزنیم که امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم ذلیل خوار شده است. به خاطر چی؟ به خاطر ترک جهاد. امروز شما ببینید که تمام مسجدها و تمام علما چی و تمام مولایی که مثلا میبینید در منبر دیگه احکام روزه، زکات، حج همه چیز بیان میکنن، لیکن وقتی جهاد میان یگان کس جهاد بیان نمیکنن. ما به این خاطر مثلا جهاد را بیان میکنیم هر وقت و این معنا ندارد که ما نعوذ بالله ما زکات را، نماز را انکار میکنیم یا نمیدونیم. نه، ان شاء الله وقت شما آنها هم ان شاء الله دعوت و ان شاء الله آنها هم برای شما بیان میکنیم. برای همین خاطر الله سبحانه و تعالی در آیه سوره توبه میفرماید الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تضر شیئا. اگر شما در الله خارج نشدین و جهاد نکردین و دفاع از مستضعفین نکردین، دفاع از خواهراتون نکردین، دفاع از مادراتون نکردین، کسانی که امروز در سوریه، در شام، در عراق، در فلسطین عزت آنها پایمال شده هستند، همین طور چی در تاجیکستان ما که برادران ما چه اسیر هستند، زندانی هستند و ان شاء الله ما انتقام بدل آنها را میگیریم و ان شاء الله مولا عبدالله و دیگر برادران که شهید شدند، خون آنها ریخته شد، ان شاء الله این چی است؟ این یک برکت فضل پروردگار میشد که در تاجیکستان ما ان شاء الله جهاد شروع میشه. یا شما فکر نکنید که وقتی مولا عبدالله و دیگر برادر شهید کردن که مجاهدین ختم میشه، نه، بلکه مجاهدین زیاد میشوند. یک نعمت پروردگار است وقتی در هر کشوری که خون مجاهد شهید ریخته شد، ان شاء الله جهاد روز به روز چی میشه؟ زیاد میشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله اکبر، الله اکبر.